تا زیرش آب بود، آب سرد سرمان. یعنی چند وقت پیش سال زمستون اصلا بارون نزده، زمستون 4 سال دو این داریم شنبه بریم چهارشنبه عیده بیشتر شد آقای این آبیه که داخلش دارید میبینید خشک. بریم جلوتر که بخوام نشون تو بودم موی سیمنتون زیر میمن میاد به این رو طرف میره به سرد سرمان. نگاه کن خوش شده به نگاه کنید از رو برداره میاد سر شاخه. نگاه کن قطره آبی نمیاد. این آبی هم که الان میبینید رودخانه قره‌خاک طرف خفره، نه از خوشبر سیمنتی میاد. هم ته آبی داخلش نیست. رودخانه رو ببینید، دیدید واقعا. من برم جلوتر نگاه کن خشک. این آتیش بود داخلش. این هم ریگاشه، این هم حاشیه‌شه. این هم نگاه کن خشک. حالا برج اسفندیم، یعنی تو داخل زمستونیم. اینجوریه رودخانه. حالا تابستون چجور میشه دیگه اونو باید باشیم و ببینیم که آینده. یعنی تابستون امسال واقعا تابستون سختی برای کشاورزان، برای همین موجودات زنده. همون اول خود انسان. تابستان خیلی سختیه، گرمای طاقت فرساییه، خشکسالی بدیه. انشالله که تو باقی مونده فصل بارانی که فروردین اردیبهشت باشه آسمان بارونشو بزنه، بخیلی در بیاد به بارونشو بباره. شاهد بارش‌های خوب باشیم. من که اعلام ویدیو بکنم.